دست این جلادان و این ظالمان نجات می دهد و یا بیگناه و تنها به خاطر داشتن عقیده اسلامی سالها روانه زندان می گردد. هر کسی که به این مقامات دعوت می شود، بازداشت می شود، فقط همین دو راه برایش نشان داده می شود: یا اینکه تمام مال و ملک خود را داده از دست این جلادان خودش را نجات می دهد، و یا اینکه بیگناه سالها روانه زندان می گردد و راه دیگری نیست و در اکثر حالتها سالها زندانی می گردد. کودکان و جوانان سنشان از 18 سال پایان نمی توانند به مسجد برای گزاریدن نماز جماعت روند. امروزها خواهران و مادران ما نمی توانند که در تاجیکستان با حجاب اسلامی در مکتب و دانشگاه ها تحصیل کنند.